بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بیگمان مؤمنان رستگار شدند، آنهایی که در نماز خیش فروتنند، آنهایی که سخن بیهوده اعراض میکنند، آنهایی که زکات را ادا میکنند، آنهایی که فروج خیش را حفظ می‌دارند، مگر بر همسران یا کنیزان خیش که با آمیزش جنسی با ایشان مورد ملامت قرار نمیگیرند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کسانی که غیر از این راه دیگری را بجویند پس ایشانند تجاوزکار. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و آنهایی که امانات و عهد خیش را رعایت میکنند. والذین هم على صلواتهم یحافظون. آنهایی که از نمازهای خیش محافظت میکنند. اولئک هم الوارثون. هم ایشانند وارثانی واقعی. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. کسانی که بهشت را میراث برده در آن جاودانه به سر میبرند. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. بیگمان انسان را از عصاره از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پس او را به حیث نطفه در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سپس آن نطفه را خون بسته ساختیم، پس آن خون بسته را گوشت پاره گردانیدیم، باز آن گوشت پاره را به صورت استخوان در آوردیم، پس استخوانها را با گوشت پوشانیدیم، بعد از آن با او آفرینش دیگری بخشیدیم. بس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. پس بیگمان بعد از آن شما مردنی هستید. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. باز بیگمان در روز قیامت برانگیخته میشید. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. و حقا که بر بالای شما 7 راه یعنی طبقه را آفریدیم و ما از خلق جهانی که آن را آفریده ایم غافل نبودیم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و آب را از آسمان به اندازه لازم نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و بیگمان به از بین بردن آن قادریم. فأنشأنا لكم به جنات من
وسیله آن برای شما باغ‌های از درخت خرما و انگور رویانیدیم. در این باغ‌ها میوه‌های فراوانی برای شما وجود دارد و از آن می‌خورید. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. و نیز درختی از کوه سینا بیرون می آید و با روغن و نانخورش برای خورندگان می روید. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. و بیگمان در چارپایان نیز برای شما مایه عبرت است. از آنچه در شکمهایشان است از شیر شما را می نوشانیم و در آن برای شما منافع بسیاری است. از گوشت آنها می خورید. وعليها وعلى الفلك تحملون. و بر چارپایان و بر کشتی ها سوار می شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و ما بیگمان نوح را به سوی قوم او فرستادیم. پس به آنها گفت ای قوم من خدا را بپرستید، جز او هیچ معبودی ندارید، پس آیا از او نمی ترسید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس کلان شوندگان قوم او که کافر شده بودند گفتند او نیست مگر بشری مثل شما که میخواهد بر شما برتری جوید و اگر خدا میخواست بیگمان فرشتگان را به حیث پیامبر میفرستاد. ما هرگز این چیزی را که او میگوید از نیاکان خویش نشنیده ایم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. نیست او مگر مردی که به جنون مبتلا شده، پس تا مدتی به او انتظار بکشید. قال رب انصرني بما كذبون. نوح گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیب ایشان کمک کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. پس به وی وحی کردیم که کشتی را زیر نظر ما و وحی ما بساز. چون امر ما فرا رسید و آب از تنور جوشید، از هر چیز جوره های نر و ماده را و نیز خانواده خود را در کشتی بردار، مگر آنهایی که قبلا وعده هلاکتشان داده شده است. و درباره کسانی که ستم کردند با من گفتگو مکن که ایشان غرق شونده اند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. و هنگامی که تو و همراهانت در کشتی جابجا شدید، پس بگو ستایش مر خدای را، ذاتی که ما را از قوم ستمگار نجات بخشید. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و بگو پروردگارا مرا به
برکت فرودار و تو ذات هستی که به شایسته ترین شیوه ما را فرود میاری. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بیگمان در این داستان نشانه هایی است و ما واقعا شما را آزمایش کننده ایم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سپس بعد از ایشان دوره دیگری به وجود آوردیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. پس در میانشان رسولی را از خودشان فرستادیم تا به ایشان ابلاغ کند که خدا را بپرستید، جز او برای شما خدایی نیست. آیا از او نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. کلان شوندگان قوم او که کافر شده بودند و از لقای آخرت انکار داشتند و آنهایی که برایشان در زندگی دنیا رفاه بخشوده بودیم گفتند این نیست جز بشری مثل شما، آنچه شما میخورید میخورد و از آنچه شما مینوشید مینوشد. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. و اگر از بشر مثل خود فرمان برید مسلما شما در این حال زیانکار خواهید بود. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید بیگمان باری دیگر از قبرها برآورده می شوید؟ هیهات هیهات از آنچه به شما وعده داده می شود. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. برای ما جز این زندگی دنیا هیچ چیزی دیگری نیست. می میریم و زنده می شویم و ما هرگز برانگیخته نمی شویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. نیست این مگر مردی که بر خدا به دروغ تهمت بسته است و ما به او ایمان آوردنی نیستیم. قال رب انصرني بما كذبون. پیامبر گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیبشان کمک کن. قال عما قلیل ليصبحن نادمین. خداوند گفت به زودی پشیمان می شوند. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس ایشان را صیحه به حق فرو گرفت و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب گردانیدیم. پس برای قوم ستمگر از مرحمت خدا دوری باد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. سپس بعد از ایشان دوره‌های دیگری را به وجود آوردیم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ قومی نمیتواند بر میعاد خویش سبقت جوید یا آن را به تأخیر اندازد. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
سپس پیامبران خیش را پیاپی فرستادیم. هر باری که به قوم پیامبرشان آمد او را تکذیب کردند. پس ما بعضی را از پی بعضی دیگری آوردیم و ایشان را افسانه ساختیم. پس دوری از مرحمت خداوند باد قومی را که ایمان نمی آورند. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خیش حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او، ولی فرعونیان تکبر کردند و ایشان قومی برتری جو بودند. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. گفتند آیا به دو نفر از افراد بشر همانند خود ایمان آوریم در حالی که قوم ایشان ما را میپرستند؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. پس فرعونیان این دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همه هلاک شدند. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بیگمان به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم تا باشد که ایشان هدایت شد. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. و ما پسر مریم و مادرش را نشانه گردانیدیم و ایشان را در سرزمین بلند دارای استقرار و آب روان جای دادیم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیامبران، از خوردنی های پاکیزه بخورید و عملی نیکو انجام دهید. بیگمان من به آنچه انجام می دهید آگاهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. و بیگمان این امت شما است، امت یک پارچه و من پروردگار شمایم، لذا از من بترسید نه از کسی دیگر. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اما ایشان وحدت خیش را حفظ نکرده، کار خود را در بین خیش به پراکندگی کشانیدند. هر حزبی به آنچه نزد خودشان است شادمانند، بدون آنکه وسط نظر داشته حقایق را پیروی کنند. فذرهم في غمرتهم حتى حين. پس ایشان را به همان غفلتشان بگذار تا لحظه مشخص فرا رسد. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا ایشان میپندارند که با آنچه از مال و اولاد که به ایشان کمک می‌نماییم خوبی ها را به ایشان به سرعت عنایت میکنیم؟ نه خیر، ایشان نمیدانند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. بیگمان کسانی که از ترس پروردگار خیش بیمناکند و آنانی که به آیات پروردگار خیش ایمان دارند و آنانی که به پروردگار خیش شریک نمی آورند. والذین یؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
که چون میدهند آنچه را میدهند دلهایشان ترسناک است از اینکه به پروردگار خیش باز میگردند. هم ایشانند که در نیکویی سرعت به خرج میدهند و ایشان به سوی آن سبقت میجویند. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. و ما هیچ کس را جز به قدر طاقت او مکلف نمی سازیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و بر ایشان ظلم نمی شود. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولی دلهایشان از نامه اعمال در غفلت است و ایشان اعمال دیگری جز این دارند که به آن پیوسته عمل می کنند. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. تا زمانی که آسوده حالان ایشان را به عذاب بکشانیم در آن وقت است که ایشان فریاد میکشند. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. و ایشان گفته می شود امروز فریاد نکشید، یقینا از جانب ما مدد نمی شود. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. بیاد دارید که آیتهای من به شما خوانده می شد و شما بر پاشنه‌های خیش به عقب برمیگشتید و از آن اعراض می کردید. تکبر کنان در برابر آن در جلسات شبانه دور از دیگران بدگویی می کردید. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. آیا ایشان در این گفتار یعنی گفتار خدا تفکر نکرده اند یا به ایشان چیزی آمده که به نسل‌های پیشینشان نیامده بود؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا آیا پیامبر خیش را شناختند که از او انکار می‌ورزند؟ ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون. یا آیا میگویند که او دیوانه است؟ نه خیر، و ایشان سخن حق را آورده است ولی اکثرشان از سخن حق کراهت دارند. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. و اگر حق از هوسهایشان پیروی کنند یقینا آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست فاسد می شوند. بلکه حقیقت این است که ما به ایشان پند ایشان را فرستادیم اما اکثر ایشان از پند خیش روگردانند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا این که تو از ایشان پاداشی می جویی پس مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. و بیگمان تو ایشان را به راه راست فرا می‌خوانی. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند بیگمان از آن راه راست منحرفند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
و اگر بر ایشان رحم کنیم و اندوهی را که بر ایشان عارض شده رفع نماییم، باز هم در سرکشی خیش با سرگردانی اصرار می‌ورزند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. و بیگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم، با این هم به پروردگار خیش تندیهی نکردند و تضرع نورزیدند. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا چون بر ایشان در از عذاب شدید را گشودیم، ناگهان ناامید شدند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. و اوست که برای شما گوش و چشم و دل ارزانی کرد، اما کمتر شکر می‌کنید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. و اوست که شما را در زمین آفرید و باری دیگر با سوی او محشور میشید. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و اوست که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از آن اوست، آیا نمی فهمید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. اما بالعکس ایشان چیزهایی گفتند که پیشینیانشان میگفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا بعد از آن برانگیخته خواهیم شد؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بیگمان به ما و پدران ما قبل از این وعده داده شده، این نیست مگر افسانه های پیشینیان. قل لمن الأرض ومن فيها بگو زمین و آنچه در آن است از آنی کیست اگر شما میدانید. سیقولون لله قل افلا تذکرون. خواهند گفت از آن خداوند است، بگو پس آیا پند نمیگیری؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بگو کیست پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم؟ سیقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت از آن خداست، بگو پس آیا نمی ترسید؟ قل من بیده ملکوت كل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه إن کنتم تعلمون. بگو کیست که سلطنت هر چیز به دست اوست و اوست که پناه می دهد ولی خود او به پناه دادن نیازی ندارد اگر می دانید؟ سیقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت این اوصاف از آن خداست، بگو از کجا فریب داده می شد؟ بل اتیناهم بالحق وانهم لكاذبون. بلکه حقیقت این است که ما برای ایشان حق را آورده ایم و حقا که ایشان دروغگویانند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض
سبحان الله عما يصفون. خداوند هرگز فرزندی نگرفته است و نه با وی خدای دیگری است. اگر چنین می بود هر معبود چیزی را که آفریده بود می گرفت و یکی بر دیگری زبردستی می نمود. منزه است خدا از آنچه مشرکان وصف می کنند. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. او دانای پنهان و آشکار است، پس برتر است از این که با او شریک می آورند. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. بگو ای پروردگار من، اگر بنا باشد آنچه را ایشان وعید می شوند به من نشان دهی، پس ای پروردگار من مرا در میان مردم ستمگار قرار مده. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. و ما یقینا به این قادریم که آنچه وعده می دهیم به تو نشان دهیم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. با آنچه بهتر است بدی را دفع کن، ما به آنچه ایشان توصیف می کنند خوب آگاهیم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می گیرم. ای پروردگار من و نیز از حضور و نزدیکی ایشان به تو پناه می برم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد تا چون به یکی ایشان مرگ برسد می گوید ای پروردگار من مرا به زندگی بازگردان، شاید در عوض آنچه ترک کردم عمل صالح انجام دهم. به او می گویند چنین نیست، بیگمان این سخنی است که او به زبان آورده است و از ورای ایشان بین زندگی دنیا و قیامت برزخی است تا روزی که برانگیخته می شود. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سپس چون در سور دمیده شود آن روز میان ایشان رابطه نسب در نظر نخواهد بود و از یکدیگر کمک نمی خواهند. فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون. پس کسانی که وزن حسناتشان سنگین شد هم ایشانند رستگار. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و کسانی که وزن حسناتشان سبک است همیشانند که خیشتن را زیانمند ساخته در دوزخ همیشه خواهند بود. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. روحایشان را آتش می سوزاند و ایشان در آن چهره در هم کشیده دارد. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. و ایشان گفته می شود آیا به شما آیه های من خواندن نشده بود و شما آن را تکذیب می کردید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. می گویند پروردگار ما
سخاوت ما بر ما غلبه کرده و ما قوم گمراهی بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگار ما را از آن بیرون آر، پس اگر ما همان اعمال را تکرار کردیم در آن صورت واقعا ستمگار می باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. خداوند می گوید دور شوید در آن و با من سخن مگویید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. از بندگان من واقعا گروهی بودند که می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز، بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اما شما ایشان را به تمسخر گرفتید به حدی که ایشان به این حالت خود شما را از یاد من غافل کردند و به حالتی بودید که به ایشان می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اکنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش دادم و حقا که هم ایشانند پیروزمند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. خداوند گفت چی مدت در زمین به حساب سال درنگ کردید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گفتند یک روز یا پاره از روز درنگ کردیم، از شمارندگان بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خداوند گفت درنگ نکردید مگر اندکی، ای کاش می دانستید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. پس آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما نزد ما بازگردانده نمی شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس برتر از خداوند پادشاه برحق و جز او معبودی نیست، پروردگار عرش کریم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. و هر که با خداوند معبودی دیگر را بخواند و مسلماً به این کار خیش دلیل ندارد، پس به گمان حساب او نزد پروردگار اوست و کافران هرگز رستگار نمیشوند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و بگو پروردگارا مرا بیامرز و بر من رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کردیم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا باشد که پند بگیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را 100 ضرب بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگیرد اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را و این کار بر مؤمنان حرام شده است. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش 4 شاهد نمی آورند پس ایشان را 80 ضرب بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید هم ایشانند فاسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند پس بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می کنند و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند پس گواهی یکی از ایشان 4 بار شهادت است و اینکه به الله قسم است که او واقعا از راستگویان است. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و سوگند پنجم این است که لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغ گویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و زن مجازات را از خود به این طریق دفع می کند که 4 بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغگویان است. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و سوگند پنجم وی این باشد که غضب خدا بر وی باد اگر شوهر او از راستگویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. و اگر فضل و رحمت خدا به شما نمی بود و اینکه خدا توبه پذیر و با حکمت است شما واقعا تباه می شد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقعا
کسانی که این تهمت بزرگ را وارد کردند گروهی از شمایند. آن را به خود بد مپندارید، بلکه در آن برای شما خیر است. برای هر یک از ایشان از گناهی که مرتکب شده است مجازاتی است و کسی از ایشان که بار زیادی این گناه را به دوش گرفت برای او عذابی بزرگی است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هنگامی که آن تهمت را شنیدید چرا مسلمانان یعنی زن و مردشان در مورد خیش گمانی نیک نبردند و نگفتند این تهمت دروغی است آشکار؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا ایشان بر این اتهام 4 شاهد نیاوردند و چون گواهان را حاضر کردن نتوانستند، پس چنین مردم خودشان در نزد خداوند دروغ گویند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنیا و آخرت نمی بود، به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگی می رسید. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقتی را به خاطر آورید که این اتهام بزرگ را به زبان می آوردید و به دهن خیش چیزی می گفتید که به آن علم نداشتید و آن را آسان می پنداشتید، در حالی که این امر در نزد خدا بزرگ است. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. و چون آن سخن را شنیدید چرا نگفتید به ما شایسته نیست که در مورد این موضوع حرف بزنید؟ پاکی تو ای خدا، این بهتانی بزرگ است. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. خداوند شما را پند می دهد که هرگز به مثل این کار باز نگردید اگر مسلمانید. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. و خدا به شما آیات خیش را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان آنانی که میخواهند فحشا در میان مسلمانان شایع گردد برای ایشان در دنیا و در آخرت عذاب دردناکی است و خداوند میداند و شما نمیدانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خدا مهربان و رحیم است، واقعا حالت سخت دامنگیر شما می شد. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد
والله سمیع علیم. ای مسلمانان، قدم های شیطان را پیروی نکنید و هر که قدم های شیطان را پیروی کند پس بیگمان شیطان به فحشا و کارهای ناشایسته امر می کند و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاکیزه می سازد و خداوند شنوا و داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مردم با فضیلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند که از امداد به اقارب، مساکین و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند. باید عفو کنند و گذشت ورزند. آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان آنانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را به فحشا متهم می سازند در دنیا و آخرت به لعنت خدا گرفتار شده اند و برای ایشان